آقایون از الان دارم میگم، مخصوصا منطقه شمال کشور گنجکنی میروید اونا رو پر بکنین، همونجوری نزنین در ندین. وقتی که داری میکنی چونکش یه جوری بیل میزنی خارکسه، بیل میکانیکی کوماسو کترپیلار نمیتونن پاومات بزنن. بعد که میبینی کیره خرم توش نبود، بعد چونده گنج که 1800 متر زیر زمین نیست که، گنج یارو 3 متر کنده، چونده اون چیزی که تو میکنی کنگو شد، رادیواکتیو توش در میاد، حیوان میفته توش، مال مردم، گاو، گوسفند، چوپان بدبخت میفته اون تو، نمیتونن در بیارن. یه جای بیراه هست، ماشین بالا نمیره، جرثقیل ماشین نمیاره، دام تلف میشه اونجا. من از امروز پر نکنین، آمارتون رو بگیرن، من عکس فامیل و خانواده‌تون رو میذارم، میگم این دنبال گنج بود با مدرک. پر بکنین، حیوانات خدا رو در آرامش در جنگل بذارین.